بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به حضار محترم، برپایی کنگره حزب اعتدال و توسعه رو به همه مؤسسین این حزب، اعضا و همچنین حامیان و طرفداران حزب تبریک عرض میکنم. خوشحالم که در حدود ربع قرن از گذشت تأسیس این حزب امروز مؤسسین و اعضا در پی برپایی این کنگره برآمدند. مهمترین مسئله‌ای که راجع به اعتدال باید سخن گفته بشه این که در طول 12 سال گذشته موضوع اعتدالگرایی از یک جمع و حزب و تشکیلات عبور کرد و تبدیل شد به یک گفتمان مورد پسند اکثریت جامعه ایرانی و این رو ما در انتخابات سال 92 و همچنین انتخابات سال 96 و انتخابات هایی که در بین این دو انتخابات بود، مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 94 که در هر 4 انتخابات پیروز میدان گفتمان اعتدال بود و این نشان داد که این گفتمان توان و قابلیت اون رو داره که جامعه رو در مسیری جذب کنه که به تعبیر معروف خیر الامور اوساطها. اون وقتی که در مسیر میان ما قرار میگیریم بهترین راه و مسیری است که ما را به مقصد میرسانه. البته موضوع اعتدال برمیگرده به 100 سال پیش حدوداً، اون زمانی که در دوران مشروطیت حزبی به نام حزب اعتدالیون تشکیل شد که روحانیون عالی مقام و برجسته‌ای چون شهید سید حسن مدرس و روشنفکرانی چون علی اکبر دهخدا در جمع اعضای این حزب قرار گرفتند و اساس تشکیل اون حزب بر این مبنا بود که جلو افراطیگری مشروطه خواهی که عده‌ای اون رو دنبال می کردند و جلو تفریط یا انفعال مشروع خواهی که تعدادی دنبال اون بودند، این جمع دنبال مشروطه مشروعه بودند، یعنی همون مسیر اعتدالی که برای مسیر اون روز دوران مشروطیت یک ضرورت بود و همون مسیر بود که جامعه رو به سمت انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی در دهه‌های بعد هدایت کرد و گرچه در اون دوران، در دوران مشروطیت، موضوع ملت ایران به جای رعیت به وجود آمد، اما در این حال برای آن که بتوانند مردم نظامی رو تأسیس کنند که اون نظام در چارچوب اعتدال باشه به نام جمهوری اسلامی که هم جمهوریت باشد و هم در کنارش اسلامیت، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مسیر به وجود آمد که البته این دیگر تنها ملت ایران نبود که به وجود آمد، بلکه نهادی به نام نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران
که این نهاد کاملا متصل هست به آراء مردم، افکار مردم، نظرات مردم و در واقع این ملت ایران است که این بار مؤسس یک نظامی می شود به نام جمهوری اسلامی ایران. و در این مسیر هست که ما می بینیم که همواره در برابر افراط و تفریط ما می توانیم راه و مسیر درست و بهینه‌ای رو برای دستیابی به اهداف بلند انتخاب کنیم و برگزینیم. در دوران مشروطیت عده‌ای بودند که به نام مشروط خواهی یا به نام آزادی دست به اقدامات افراطیگری، حتی ترور و تخریب دست زدند و در واقع اون محتوای اصلی مشروطیت نتواند در راه خودش و اهداف خودش قرار بگیره. و بعد از این دوران ما میبینیم که همواره موضوع افراط میتونه یک مشکل برای جامعه ایرانی باشه. حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم اون جایی که ما با مشکلات مواجه شدیم معمولاً از یک نقطه افراط این مشکل آغاز شد و متاسفانه مصائب فراوانی را در طول 40 و چند سال در ایران افراط برای مردم به وجود آورد. حزب اعتدال و توسعه و همه اونهایی که در مسیر اعتدالگرایی قرار دارند، از احزاب راست یا احزاب چپ، اونهایی که با افراط میانه‌ای ندارند، امروز باید در شرایط فعلی جامعه خود را آماده کنند تا در برابر افراط ایستادگی و مقاومت کنند. متاسفانه در جامعه امروز ما عده‌ای در مسیر قهر قرار گرفتند و یک اقلیتی در مسیر تفوق و غلبه قرار گرفتند که قدرت را در جامعه امروز در اختیار اونها قرار داده شده. و متاسفانه زمانی که اکثریت جامعه در مسیر انفعال باشند و یا در مسیر جدایی از حاکمیت باشند و حاکمیت در اختیار یک اقلیت باشه، اون حکومت دارای قوام و قدرت لازم برای حل معضلات داخلی و بین المللی نخواهد بود. حکومتی قادر هست به راحتی مسائل و مشکلات داخلیش یا مسائل منطقه‌ای و بین المللی خودش رو حل بکنه که از پشتوانه اکثریت قاطع مردم برخوردار باشه. و متاسفانه ما در انتخابات سال 98 و 1400 با این معضل مواجه شدیم که اکثریت جامعه از حاکمیت فاصله گرفتند و این فاصله و حکومت اقلیت مشکلات رو به وجود میاره تا مردم گاهی به جای اینکه سخن خود را از طریق نمایندگان خود در مجلس یا نمایندگان خود در دولت بیان کنند، وقتی که اقلیت حاکم میشه گاهی ناچار میشن از طریق اعتراض یا از طریق خیابان حرفهای خود رو بیان بکنن که مسلماً خیابان مسیر خوبی برای حل معضلات یک کشور نیست و انفعال و قهر هم نمیتونه راهی برای دستیابی به اهداف بلند ملی باشه. و اینجاست که باید اعتدالیون و همه اونهایی که معتقد به میانه روی هستند در جامعه امروز بتوانند فعالیت کنند. گرچه حزب اساساً و فعالیت حزبی
با مشکلاتی در جامعه ما مواجه هست. از اون زمانی که حزب اعتدال و توسعه میخواست تشکیل بشه در سال 78 که من هم مورد مشورت مؤسسین این تشکیلات بودم، با بزرگان نظام در زمینه حزب من حرف زدم و سخن گفتم، از جمله با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، و به همه این عزیزان گفتم برای آینده کشور ما نیاز به 2 یا 3 حزب بزرگ داریم که اینها بتوانند ضمن ثبات نظام مسیر قدرت و گردش قدرت را به خوبی انجام بدن، اما به شرط اینکه این احزاب توان و قدرت کافی برای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری و سخن گفتن در مسائل استراتژیک کشور باشند. والا اگر بنا باشه که مسائل اساسی کشور در اختیار احزاب نباشه و اونها آزادی کافی برای بیان نظرات و اعتقادات نداشته باشند، اون احزاب مسلماً نمیتونن نقش لازم رو برای اداره کشور ایفا کنند و در آینده بتوانند مجلس مناسب و یا دولت مناسب رو تشکیل بدن. ما میبینیم در سایه افراطیگری در مسئله نظارت بر انتخابات با چه مشکلاتی مواجه شدیم. ما امروز با یک مجلسی مواجه هستیم به نام مجلس 11 که نه قابل مقایسه با مجلس اول و دومه و نه قابل مقایسه با مجلس 4 و 5 و حتی با مجلس قبلیش با مجلس 10 هم فاصله داره. چرا؟ دلیل این افراطیگری در مسئله نظارته. اگر در بحث نظارت در انتخابات ما اعتدال و میان روی رو پیشه بگیریم و در چارچوب قانون و مقررات عمل کنیم، فضای بازی برای جامعه به وجود میاد و رقابت واقعی در انتخابات به وجود خواهد آمد و در اون انتخابات است که مجلسی میتواند از کل جامعه یا حداقل از اکثریت قاطع جامعه نمایندگی کنه و دولتی تشکیل بشه که بتواند از طرف قاطبه مردم حرف بزنه و سخن بگه و نمایندگی بکنه و دنیا هم اون دولت را به عنوان نماینده یک ملت بزرگ ببینند و بشناسند. اون وقت هست که فرصتها به خوبی استفاده خواهد شد. همه اونچه که ما برای دولت بعدی به عنوان فرصت به وجود آورده بودیم، متاسفانه امروز شاهد فرصت سوزی ها هستیم، به دلیل اینکه وقتی دولت یا مجلس از طرف قاطبه مردم مسئولیت رو به عهده نمیگیره، اون وقت ما میبینیم با ضعف‌های زیادی در مقام عمل و در مقام اقتدار، چه اقتدار داخلی و چه اقتدار بین المللی مواجه خواهد شد. امروز چه راهی ما پیش رو داریم؟ آیا راهی که پیش روی ما هست خیابان است که مسلماً خیابان نه جوابگوی نیاز مردم در کوتاه مدت است و نه بلند مدت، یا قهر و انفعال است که اون هم ما رو به جایی نمی رساند. گرچه با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم، اما چاره‌ای نداریم جز اینکه راه سومی را برگزینیم و انتخاب کنیم و اون راه سوم اعتدال است که نه با قهر میانه ای دارد نه با انفعال، و تلاش او این است که در برابر افراط ایستادگی کند و نگذارد در کشور افراط حاکم شود. امروز بزرگترین وظیفه‌ای که
بر دوش همه ماست، همانی است که در نام حزب شما مستتر است. یعنی اعتدال در داخل و تعامل سازنده که اون نیز اعتدال در خارج و در بیرون کشور و توسعه. امروزی که همه کشورهای منطقه در فکر توسعه هستند و همه کشورهای جهان، متاسفانه ما از توسعه فاصله گرفتیم. ما چاره‌ای نداریم برای حفظ کشور و آینده کشور مسیر اعتدال و مسیر توسعه رو بپیماییم و ادامه بدیم. و امروز باید بگم دیگر اعتدال اسم یک گروه و یک حزب و یک تشکیلات تنها نیست. اعتدال اسم رمز و اسم اعظم گفتمان اکثریت قاطع جامعه ایران اسلامی است که با این گفتمان باز هم ما قادریم به همه اهداف بلند ملیمون دست یابیم که خداوند هم همین را به ما امر کرده است. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. مسیر میان روی و راه وسطا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.